شهد الله انه لا اله الا هو، شایدی میده الله تبارک و تعالی بالای سخن که نیست لایق بندگی و پرستش الا هو، بغیر از الله تبارک و تعالی. والملائکه، شایدی میده ملائک. و اولو العلم، صاحبان علم شایدی میده. قائما بالقسط، در حالی که الله قائم است به انصاف. لا اله، نیست لایق پرستش و بندگی الا هو، بغیر از الله. العزیز، که زبردست ذات است. الحکیم، که حکمت والاست، هیچ امر، هیچ فیصله، هیچ حکمش بدون مصلحت و حکمت نیست. آلی الله بیان میکنه که تقوا مراتب داره. بدون توحید الله تبارک و تعالی تقوا حاصل نمیشه. تا وقتی که شهادت قوی بالای وحدانیت الله نشود تقوا حاصل نمیشه. کدام توحید باید شایدی بده؟ امو توحیدی را که الله شایدی میده، امو توحیدی را که علما شایدی میده، امو توحیدی را که ملائکه شایدی میده. امو توحید عقیده داشته باشه، در غیر از اونه. در اینجا بر ما و شما واضح میشه که توحید چقدر امر مهم است و چی چیز است توحید. شهد الله، شهد چی معنا؟ بیان کرده الله، بیان کرده الله انه لا اله الا هو، که نیست لایق عبادت و پرستش و بندگی بغیر از الله. خبر داده الله، گفته الله، حکم کرده الله. ذکر مسئله توحید کرده در کتاب خود الله. کلی معانی در کلمه شهده است. خو لیکن شهادت دو قسم است. یکی شهادت به معنای فعلی است، یکی شهادت قولی است، یکی شهادت انفوسی است. شهادت انفوسی تصدیق میگه که آدم تصدیق کنه. شهادت قولی را میگه که به زبان اقرار بکنی. شهادت فعلی را میگه که تو در عمل واقعا پیاده بسازی عقیده توحید. الله تبارک و تعالی اگر شهده مراد از پیش شهادت قولی و چی است؟ خبر دادن است، قولی است. شهد الله، الله خبر داده، بیان کرده، حکم کرده. اینا شهد الله، شایدی داده یعنی بیان کرده، خبر داده الله تبارک و تعالی انه لا اله الا هو، که نیست لایق پرستش و بندگی بغیر از الله. چرا؟ مرتبه شهادت هم چهار است. اول عقیده بکو بالای توحید الله، شایدی بالای توحید، عقیده بالای توحید. دوم به زبان اقرار بکو. سوم خبر بدی دیگران را. چهارم دیگران را امر بکو. یکی مطلقی خبر نه، امر به عقیده توحید بکو. این چهار مرتبه است. چهار مرتبه است. الله تبارک و تعالی خبرم داده، حکمم کرده، بیانم کرده، ما را مکلف به توحیدم کرده، خودش خبرم داده توحید و خودش بیان توحید ام کرده. این شهادت الله تبارک و تعالی بود. این شهادت قولی بود. اگر شهادت حالی را بگیریم، باز مراد از شهادت حالی است پیدایش و نظام و نظم دنیا مکمل. شاهد بالای از است که ذاتی که نظام دنیا را پیدا کرده واحد لا شریک است. چرا؟ این همه جهان با این نظم و نظام و همه مخلوقات که آدم میبینه تربیتی از یاره مکمل دلیل بالای از است که ذات واحدی را پیدا کرده و ذات واحدی را چی میکنه؟ تربیه میکنه، در مقام میرسانه. اینجا شهادت الله شهادتی چی شد؟ حالی شد. یعنی پیدایش آسمان ها و زمین و کائنات دلیل بالای وحدانیت کی شد؟ الله تبارک و تعالی. این خب مسئله شهادت الله شد. والملائکه، شهادت ملائکه، شهادت ملائکه قولی است. قولی به خاطری است که ملائکه می اعتراف داره، خودشان اعتراف داره بالای توحید الله، خبرم داده و امرم میکنه به مردم که شما عقیده توحید داشته باشی. یکی شهادت فعلی ملائکه، فعلا عملا ملائکه کلش در تسبیحات الله مصروف است. حتی غذایشان تسبیح و چی است؟ تعلیل است. عملا انجام میده. این شهادت ملائکه است. و اولو العلم، شهادت صاحبان علم. یام علما شاهدی میده در تقریرهای خود، در نوشته های خود، کتابا نوشته میکنه، بیانات میکنه برای توحید بیان میکنه. یک شاهدی میده صاحبان علم توسط چی؟ استدلال کردن، بیان میکنه برای مردم عقیده توحید، استدلال میکنه از آیات قرآن کریم. شاهدی میده صاحبان علم انفوسی، یقین داره که عقیده توحید مهمترین مسئله است.